قاچاق کالا تولید داخلی رو نابود و اقتصاد ایران رو با بنبست مواجه کرده. سوال این هستش که ابعاد این قاچاق چقدره و توسط چه کسانی صورت میگیره و آیا اصولا در ایران تحت حاکمیت آخوندی مبارزه با قاچاق معنایی داره و به نتیجه‌ای میرسه؟ ابتدا گزارش رو با هم ببینیم. به جرئت میخوام عرض کنم 1/4 اقتصاد ما در ورطه قاچاق کالا و ارز داره نابود میشه. نخ ماجرا اما به کنترل و نظارت میرسد. آنجایی که چشمهای نظارت بسته میشود و کالاهای قاچاق سر از بازار داخل در میآورند. قاچاقی که دیگر مفهوم مخفیانه و جاسازی ندارد، بلکه از برخی مرزهای ترانزیتی عبور می‌کند. یه همکاری‌های باندی که داره اتفاق میفته وقتی کالای ترانزیتی قاچاق داره میاد، به نوعی درون بزنگاه‌هایی که باید اینا کنترل بشه اونا رو سرگرم میکنن تا این کامیون به راحتی بگذره. از جمله کالاهایی که با قاچاق گسترده آن ضربات سنگینی بر تولید کنندگان وارد شده، پارچه و پوشاک است. سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، 99% پوشاک خارجی بازار را قاچاق اعلام کرد. همچنین بازار کفش نیز از فعالترین بازارهای کالای قاچاق است. و حکایت این روزهای کفش‌های قانونی و قاچاقی. به ازای هر جفت کفشی که از دروازهای قانونی وارد میشه 80 کفش از دیوار میان. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی برای واردات کفش در سال گذشته 6.8 میلیون دلار بوده، اما آمارهای صادرات انواع کفش به ایران از منظر سازمان تجارت جهانی 492 میلیون دلار بوده، به 80 برابر. و این تفاوت و این شکاف حاکی از چی از حاکی از قاچاق‌پذیری این صنعت. یک کارگزار رژیم گفت بیشتر بازارهای داخل تهران رو برید نگاه بکنید، به ضرس قاطع میشه گفت که بالای 70% بازار داخلی ما از جنس قاچاق پر شده و محل دپوی اجناس قاچاق هم معمولا مشخصه. انبارهای جنوب شهر تهران و اطراف تهران از جمله اسلام شهر و شهر ری و پاکدشت محل دپوی کالای قاچاق به صورت عمده هست که از اونجا به داخل بازارها تزریق میشه کالای قاچاق. خب بینندگان عزیز، گزارش رو دیدیم. همراه میشیم با مهندس یزدان هاشمزه، عضو شورای ملی مقاومت ایران. با سلام خدمت شما آقای هاشمزه. سوال اولم این هستش که علاوه اینکه رژیم مدعی مبارزه با قاچاق هست، ولی خب باز می‌بینیم که از مبادی رسمی به میزان زیادی کالای قاچاق وارد میشه. مستقل از این جنگ و دعوا، سوال اینه که خلاصه این کالای قاچاق چه پیامدی برای اقتصاد کشور داره؟ بله، سلام میکنم به شما و بینندگان سیمای آزادی و اجازه میخوام قبل از پرداختن به پاسخ سوال یه دو نکته ویژه قاچاق کالا در ایران رو یادآوری بکنم. اول این که برخلاف سایر جایی که قاچاق کالا یکی دو قلم هست، کشورهایی که حالا درش قاچاق انجام میشه محدود هستش، در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه طیف گسترده ای از کالاها الان داره قاچاق میشه. از مواد غذایی مثل میوه و دارو گرفته تا پوشاک، وسایل صوتی، گوشی تلفن و انواع اقسام کالاهای مورد نیاز جامعه جزو کالاهایی است که دارن قاچاق روش انجام میدن و ادامه داره این وضع. این یک نکته. پس گستردگی طیف قاچاق که ویژه کار ایران هستش، ایران کنونی. دومین نکته مسئله سیر فزاینده قاچاق هست که شما اشاره کردید، ولی خود منابع رژیم مثل ایوبی نامی که معاون ستاد به اصطلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست بوده، یعنی الان دیگه کنار گذاشته، عنوان میکنه که مثلا در قاچاق عرض شود که بنزین سال 92 5 میلیون لیتر در روز قاچاق میشد، الان رسیده به 15 تا 20 میلیون لیتر. یعنی
بنزینی که سوبسید میده دولت روش و یارانه داره و کشورهای دیگه همسایه ندارن و صادر میکنن و درآمد هنگفتی هم داره. و یا مثلا گوشی تلفن رو میگه سال 92 40% واردات قاچاق بود، الان شده به 90% واردات. زمین پوشاک هم همینجور. از سوی دیگه کشفیاتی که عنوان میکنن کشف قاچاق که مرتب داره میره بالا، الان رئیس پلیس آگاهی کرمان چند پیش اعلام کرد که کشفیات قاچاق در سال گذشته 73% افزایش پیدا کرده. این نشانه ورود قاچاق است، چون اصولا کشفیات همه قاچاق رو که کشف نمی‌کنن، میگن حدود 10%ش کشف میشه، ولی اینم 10% کشف داره. به این صورت میره جلو. بنابراین با توجه به این دو ویژگی و مسئله قاچاق در رژیم آخوندی، سوال اولی که شما کردید که شاخص چی است و نشانه چی است این وضعیت، من میتونم عرض بکنم شاخص این است که مدیریت اقتصاد کلان اسمی کشور که قوه مجریه و دولت باید باشه، کنترل و مهار واردات کالا و به تبع اون و تولید سیاست تولیدی خودش رو از دست داده، یعنی مهار نداره دیگه. مثل برخی دیگر از متغیرهای مهم اقتصادی نظیر حجم نقدینگی و اینها که کنترل نداره، این یکی هم اینقدر حجم کالا قاچاق رفته بالا دیگه کنترلی نداره این. اما در مورد اینی که چه عوارض اقتصادی مهمی به جا میگذاره، من خدمتتون عرض بکنم که خب قاچاق یک عوارض چند بعدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داره، ولی ما یکی دو نمونه عارضه اقتصادیش رو من یادآوری میکنم. حالا صرف نظر از اینکه درآمد گمرکی رژیم پایین میاد و کسر بودجه رو بالا میبره، قاچاق کالای از ایران به خارج مثل بنزین و حتی آرد که اینا سوبسید داره، این یک وسیله است برای فرار سرمایه از کشور. یعنی سوار میشن که و همچنین قاچاق ارز سوار میشن روی این موضوع و پول از کشور خارج میکنن. دوم مهمترین عارضه اقتصادی که قاچاق کالا داره، فلج کردن دستگاه تولیدی کشور، کارخانجات هست که اصولا دیگه قدرت رقابت رو از دست میدن و خریدار میره سمت کالاهای بی‌رویه‌ای که وارد میشه و از لحاظ قیمت هم بعضی موارد کمتر از تولید داخلی هست و به این ترتیب سیاست گذاری برای تولید اصلا بی‌معنا میشه. معارضه دیگر مهم اقتصادی نیست که کنترل بازار ارز را هم از دست ظاهرا مدیریت اقتصاد کلان کشور که دولت باشه خارج میکنه، چون اصولا قاچاقچی برای وارداتش نیاز به ارز داره و وارد بازار ارز میشه با شگردهایی که بلده دور میزنه موانع رو و یکی از متقاضیان اصلی ارز تو بازار آزاد همین قاچاقچی ها هستن. این چند نمونه است که من خدمتون یادآوری کردم. خب آقای حاج‌امزاده، شما تو صحبتاتون گفتید که در واقع این داستان قاچاق هیچ مهاری نداره. سوالم این هستش که شگردهای انجام این قاچاق به چه ترتیبی هستش و خلاصه چجوری که هر روز گسترتر میشه؟ ببینید، زمین ساز اصلی به رفتن قاچاقچی‌ها به سمت واردات قاچاق کالا نرخ بسیار بالای تعرفه‌های گمرکی و حقوق گمرکی است که به ورود کالا بستن از مجاری رسمی وقتی بخواد وارد گمرک بشه. میگن، یعنی سازمان تجارت جهانی عنوان کرده که نرخ گمرکی، متوسط نرخ گمرکی واردات کالا به ایران بعد از باهاما که کشور کوچکی هست دومین نرخ بالای جهانی رو داره
و بنابراین زمینه بسیار مساعده و صرف میکنه تو این شرایط قاچاق وارد کنی و از حقوق گمرکی فرار کنی. به این صورت این زمینه اساس است. ولی طوری که عنوان میکنن منابع رژیم، میگن 70% این حدود 30% از کالا واردات اصلی که قاچاق وارد میشه از مبادی اصلی و از جلو چشم مرزداران و نیروهای انتظامی میگذره وارد میشه و این نشون میده که باید یک قدرت حکومتی پشت قضیه باشه. شما خاطرتون هست که زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود، وقتی زاویه اختلافی پیدا کرد با بعضی از پاسدارها در راه باز کردن مچ اونا رو عنوان میکنه برادران قاچاقچی و این یه واقعیتی است، یعنی که پاسدارها در این نقش دارن. یا یادمون هستش که کروبی موقعی که رئیس مجلس بود دست به افشای اسکله های متعددی زد که دست سپاه پاسدارانی و از اون صادرات واردات انجام میده و هیچ کسی هم، هیچ گمرکی هم اونجا وجود نداره و هیچ کنترلی بر این واردات و صادرات نیست. بنابراین عامل اصلی، سوال کردید عوامل ترویج قاچاقچی است، عامل اصلی قاچاقچیان حکومتی هستند که البته باید انگیزه سیاسی و اینها هم پشتش باشه. خب آقای حمزه، آخرین سوالم این هستش که منهای منافع اقتصادی که عوامل رژیم در این داستان قاچاق دارن، آیا انگیزه دیگه‌ای هم عامل این قاچاق از طرف عوامل رژیم هست؟ فکر میکنم بله، انگیزه سیاسی هم پشت قضیه هست. شما میدونید، خب آگاهی دارید از که بخشی از هزینه‌های بسیار گسترده برون مرزی سپاه در سوریه، در یمن، در لبنان، در عراق و در افغانستان و جاهای مختلف از محل بخشیش از این محلها در میاد. یعنی درآمدهای کلان و سرشار قاچاق میتونه یک چیز باشه، یک منبع درآمد برای این چنین هزینه ها، جوابگویی به این چنین هزینه ها باشه و بنابراین انگیزه سیاسی پشتش هست، یعنی ادامه سیاست خارجی برون مرزی تروریستی رژیم. کمک میکنه از لحاظ مالی، کمک عمده از این لحاظ روی ادامه این سیاست داره و مادامی که سیاست ادامه داره، این منابع درآمد را هم رژیم علل اصول دنبالش هست. چون بدونید این هزینه ها رو که همش توی به طور آشکار توی بودجه عمومی دولت نمیارن، که این از این مجاری فعالیت هایی که ظاهرا اقتصادی هستش و این چنین مخرب از جمله قاچاق از جانب سپاه انجام میشه. اما من فکر میکنم این یک منشأ عقیدتی هم داره. منشأ عقیدتی به این عنوان که خمینی در کتاب کشف الاسرار خودش که توضیح المسائل است عنوان میکنه که اساساً حقوق گمرکی مجوز شرعی نداره، یعنی قبل از این که به حکومت برسن. البته این حکم اولیه‌اش بود، حالا حکم ثانویه رو چیز میکنه، ولی خود این مبنای این است که میشه رفت سمت دور زدن گمرک و قاچاق وارد کردن. من برای اینکه سند این قضیه رو بدم، کشف الاسرار صفحه 226 هست، میگه قانون گمرک که گرفتن مالیات قبل از تجارت و منفعت است، میگه باید ثبت کرد مالیات و اینا رو بعد از اینکه فروش کرد بگیری. این وسط کار گمرک میاد میگیره و این میگه با این امر بازار تجارت رو سرد و سست میکنه. پس قانون گمرک برای کشور لازم نیست که هیچ زیانهای فراوان هم داره. این نظر
پایه‌ای فقهی هستش. حالا مصلحت بوده یه حکم ثانوی موقت بدن که گمرک برقرار باشه به خاطر درآمد گمرکی که دولت باید داشته باشه، اون مسئله دیگری است. و من یادم میاد که یه موقعی وزیر نیروی رژیم حسن غفوری فرد بود، این پاسخ میداد به سوالی که ازش مطرح شد که آقا شما چرا دست به قاچاق میزنید؟ میگه آقا ما فرش و پسته و اینها صادر میکنیم از مجاری غیر گمرکی، ولی در ازاش لوازم نیروگاه‌های خودمون رو برای تولید برق وارد میکنیم و حکم شرعی هم اینه و مشکلی هم نداریم از لحاظ شرعی. بنابراین میبینیم که به لحاظ ذات سیاسی و نیاز سیاسی که داره رژیم و همینطور ماهیت ایدئولوژیک و عقیدتی که داره در مورد عدم ضرورت گمرک، این مسئله عجین شده با ذات و ماهیت این رژیم و اصولا تا این رژیم هست این مسئله فلج کننده و بسیار ناپسند قاچاق رایج خواهد بود و چاره دیگه‌ای براش نمیشه به جستجو کرد. بله، با تشکر از آقای یزدان حاج‌حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران و توضیحات روشنگرانشون. سرخط رو ادامه میدیم.